چرا بعضی آدما هیچ وقت حرفشون تموم نمیشه ولی ما گیر میکنیم؟ بازم سکوت شد. مقصد داره دنبال یه جمله میگرده ولی چیزی نیست، فقط یه سکوت ناجور لعنتی. من بارها تو این موقعیت بودم، سر کار، عروسی یا حتی توی یه کافی شاپ. قبلا فکر میکردم مشکل از خجالته یا اعتماد به نفسم پایینه، ولی یه چیز رو اشتباه می‌دیدم، مشکل مهارت نه شخصیت. اما الان توی این ویدیو قراره 3 تکنیک طلایی رو بهت بگم که باید اونا رو بلد باشی تا بتونی با هر کسی راحت و روون حرف بزنی و هیچ وقت حرف تمام نشه. تکنیک اول، سوال پیگیرانه بپرس. فرض کن کسی میگه آخر هفته رفتم فوتبال. بیشتر آدما میگن آها جالبه و بعدش تمام. ولی تو باید بپرسی کجا بازی میکنی؟ از کی بازی میکنی؟ عضو باشگاهی هستی؟ اصلا مهم نیست تو فوتبال رو دوست داری یا نه. مهم اینه که جالب بودن رو توی سوالات بسازی. تکنیک دوم، گوش دادن فعال. گوش بده، نه اینکه فقط جواب آماده کنی. گوش دادن فعال یعنی تمرکز روی حرفهای طرف مقابل، نه آماده کردن جواب توی ذهن در حین صحبت‌های طرف مقابل. وقتی این کارو نمی‌کنی، اغلب جوابایی میدی که ربطی به موضوع ندارن و ناجورتر میشن. اگه دقیق گوش بدی، سوالای بهتری میپرسی و گفتگو رو جذاب نگه می‌داری. تکنیک سوم، وجه اشتراک پیدا کن. وقتی با کسی وجه اشتراک پیدا می‌کنی، مکالمه دیگه زورکی نیست، راحت میری جلو، مثل یه رفیق قدیمی. آدمایی که با همون شباهت دارن به ما شبیه‌ترن و راحت‌تر می‌پذیری، پس ما باید اون نقطه مشترک رو پیدا کنیم. گاهی خیلی واضحه، مثلا هر دوی ورزش رو دوست دارن، اما گاهی بعد با یک کم سوال و بررسی به اون نقطه مشترک برسی. بعضی وقتا سکوت پیش میاد، اشکالی نداره. اما با این 3 روش بیشتر اوقات میتونی حرف بزنی، ارتباط بسازی و دیگه هیچ وقت توی جمع حرف کم نیاری. به خودت کمک کن که توی جمع بدرخشی. سکوت رو بذار کنار، حرف زدن رو یاد بگیر، چون تو میتونی.